سلام به همگی. خیلی از ما دوست داریم راجع به یه موضوع مثل دین زرتشتی بدونیم، ولی وقت یا حوصله خوندن کتاب‌های حجیم و تخصصی رو نداریم. کتاب راهنمای دین زرتشتی نوشته هاشم رضی دقیقاً برای رفع همین نیازه. این کتاب توی یه حجم حدود 100 صفحه‌ای یه نقشه‌راه دقیق و بدون حاشیه از اساس این دین، از شخصیت زرتشت تا آیینوف بهتون ارائه میده. من توی این ویدیو خلاصه از چیزهایی که از این نقشه راه یاد گرفتم رو براتون میگم. نویسنده این کتاب هاشم رضی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادیان، آیین و اساطیر ایران باستان هستند. این کتاب در سازمان انتشارات فروهر در سال 1352 به چاپ رسید. از آثار دیگر این نویسنده میشه به اوستا، تاریخ ادیان، گاه شماری و جشن‌های ایران باستان و آیین مهر اشاره کرد که متاسفانه آثار این نویسنده توی بازار راحت پیدا نمیشه. پیشنهاد میکنم اگه علاقه‌مند به تاریخ ایران باستان و آیین زرتشت هستین، آثار هاشم رضی به خصوص راهنمای دین زرتشتی رو تهیه کنین.